این ویدیو بهتون یاد میدم که بهترین لپتاپ رو با بودجه‌ای که دارید بخرید. اگه متخصص کامپیوتر نیستید بهتره که از این چیزایی که میگم نوت برداری کنید موقع انتخاب لپتاپ مشکل براتون پیش نیاد. اما قبل از همه اینا بذارید بهتون بگم اگه بدون هیچ دانش برید لپتاپ بخرید چه اتفاقی براتون میفته. سوار ماشینتون میشید تو راه میرید به نزدیکترین فروشگاهی که لپتاپ عرضه میکنه توی محلتون یا توی شهرتون. وقتی میرسید اونجا فروشنده بهتون میگه چی میخواید. لپتاپ میخوام برای کار بازی کردن قدرتمند باشه. فروشنده بهتون این لپتاپ پیشنهاد میده. کارت گرافیکو میبینید یه چیز به اسم MX 250 میگید او مای گاد این خیلی خفن و اوکیه. شما نگاه میکنید روی صفحه رو میبینید یه چیزی نوشته به عنوان پردازنده i7 و میگید خب این خیلی خوبه، رم سیستم اوکیه، همینو میخرید و میایید. اصلا قیمتشو توی هیچ فروشگاه دیگه چک نمیکنید چون فکر میکنید بهترین خرید رو با بودجهتون انجام داد. زمانی که میایید خونه و روش بازی و نرم افزارا رو نصب میکنید میبینید که بازی داره لگ میخوره و لپتاپ اصلا اون قدرت اون شما انتظار داشتید بهتون ارائه نمیده. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بهتره که به کانال من سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو لذت بردید لایکش کنید. تو این کانال با هم دیگه دانشمون رو در مورد کامپیوتر زیاد می‌کنیم و کلی ایده خفن روش اجرایی می‌کنیم و یه عالم دیوونه بازی دیگه. من تو این ویدیو تا جایی که بتونم دانش شما رو در مورد سخت افزار لپتاپ زیاد می‌کنم. اما قبل از اون باید انتخاب بکنید لپتاپ یا کامپیوتر. اگه بودجه خوبی دارید و بین خرید این دو تا دونه موندید، خرید یک کامپیوتر با بودجه یکسان نسبت به لپتاپ قدرت بیشتری رو به شما ارائه میده. به این خاطر که ساخت قطعات مورد استفاده داخل لپتاپ ها خیلی هزینه برتر از ساخت همون قطعات داخل کامپیوتر است. میشید و کار شغلتون طور نیستش که نیاز تکون دادن کامپیوتر داشته باشید. خرید یا اسمبلی یک کامپیوتر خیلی صرفه‌تر. مرحله دوم انتخاب کن که چه استفاده می‌خواید اون لپتاپ بکنید. تو حالت کلی ما سه تا سناریو داریم: سناریوی گیمینگ، رندرینگ و بیزنس. اگه گیمری رو میخوای با لپتاپ گیم بزنی، مهمترین قطعه توی لپتاپ شما کارت گرافیک شماست. شبیه که امیرحسین سی پی یو هم اندازه کارت گرافیک مهمه. آره مهمه، ولی شما به سی پی یو خیلی خیلی خفنی نیاز ندارید. مثل داستانه رندرینگ شما به سی پی یو متوسط رو به بالا نیاز دارید و کارت گرافیک قوی در کنار اون برای اجرای بازی‌های روز با کیفیت و فریم ریت مناسب. سناریوی دوممون که رندرینگ هست که میشه مدل سازی 3.8 ویدیو و این از کارا، یه مقدار داستان فرق کنه. دقیقاً نمیخوام بگم عکس گیمینگ و سی پی یو یکی از قطعات مهمه. در این حال جی پی یو هم تاثیرگذاری خودش رو کنار این داستان داره. تو سالهای قبل کارت گرافیک اهمیتی کمتری تو رندرینگ داشتن چون تمام مراحل و پردازش روی سی پی یو بود. اما طی چند سال اخیر و تکنولوژیایی که به لطف انویدیا ایجاد شده، بار پردازشی روی کارت گرافیک و سی پی یو تقسیم میشه. خیلی از نرم افزارهای رندرینگ در حال حاضر توی بازار از کارت گرافیک برای رندر گرفتن استفاده میکنن چون در زمان و سرعت صرفه‌جویی میشه. و این دلیلی هستش که من کارت گرافیک رو همپایه سی پی یو مهم میدونم. بذار یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم. برای خرید یه لپتاپ برای رندرینگ شما نیازی که کارت گرافیکی که انتخاب میکنید برند انویدیا باشه. چرا؟ چون کودا یه تکنولوژی جدیده که تو کارت گرافیک سری کوادرو یا انویدیا عرضه شده و اون هسته‌های پردازنده جی پی یو رو مختص به کارهای رندرینگ انجام میده. حالا شما شاید براتون سوال پیش بیاد کارهای رندرینگ با کارهای گیم و اینا چه تفاوتی داره؟ اصلا چرا بعد کارت گرافیک این دوتا سناریو با هم دیگه متفاوت باشه؟ بذارید این مثال براتون بزنم که راحت متوجه بشید. فکر کنید دارید سربالایی رو با یه ماشین سوپر اسپورت بالا میرید و شما فقط خودتونید و تخت دارید این مساحت رو طی می‌کنید. حالا بیاید این سناریو رو در نظر بگیرید. شما با همون ماشین لامبورگینی اون سربالایی رو می‌خواید برید بالا، منتها به جایی که خودتون فقط سوار لامبورگینی باشید 10 تن بار به اون لامبورگینی زدید. آیا میتونه اون سربالایی رو بره؟ قطعا نه. همونجا درجا موتورش گیر پاژ میکنه. حالا بیاید اینو در نظر بگیرید. شما دارید با یه کامیون معدن این سربالایی رو میرید بالا و 10 تن هم بار روشه. به کسی فشار میاد، به جای فشار میاد، نه خیلی راحت مثل کرون شیوع میره بالا. این دقیقاً تفاوت بین رندرینگ و گیم زدنه. یعنی ساعتا نمیتونم توضیح بدم. توی سناریوی اول و دوم که شما لپتاپ می‌خرید، یعنی برای کار رندرینگ و گیمینگ، باتری لپتاپ شما عمر خیلی کوتاهی داره. اما توی سناریوی سوم قدرت کمتری رو داره هستن، در نتیجه عمر باتری بیشتری رو نسبت به یک مدل داره. شما نیاز سناریویی رو که با نیازتون همخونی داره رو انتخاب بکنید. بعدا برمیگردیم سراغ این سناریو. بیاید بریم به قطعات داخلی نگاه کنیم. قسمت اول پردازنده. اینجا لپتاپ می‌بینید که i7 نسل 11 داره یا یه دونه AMD Ryzen 5 512U. اما اینا نشون دهنده چیه؟ برای پردازنده ها دو تا شرکت وجود داره که اونا رو تولید میکنه. اولیش AMD هست و دومیش اینتل. دسته‌بندی توان قدرت این دو تا دونه پردازنده به این صورتی که i3 برای کارهای سبک استفاده میشه، i5 مید رنج، i7 و i9 جزء پردازنده های بالا رده به حساب میاد. برای AMD هم دقیقاً
به مانند اینتل میمونه. بعد سی پی یو یه سری اعداد و شماره و حروف هم هستش که در ادامه در مورد اونها هم صحبت می‌کنیم. برای مثال این لپتاپ i7 11800H شما 5 تا عدد و یه حروف می‌بینید که اگه بیاید سراغ دو تا حرف اول از سمت چپ می‌بینید که زده 11. این به چه معناست؟ یعنی i7 ما نسل 11 از پردازنده های سری خودش. آیا این نشون دهنده اینه که قدرت خیلی بیشتری داره، قدرت خیلی کمتر؟ نه دقیقاً. فقط تعیین کننده هستش که سی پی یو ما نسل جدیدتری از نسل خودشه و دارای تکنولوژی ساخت بالاتریه. برای اینکه توان اونها رو بفهمیم بعد بریم سراغ بنچمارکشون. در ادامه میخوام یه سری نکات مهمتری رو در مورد پردازنده و حروف آخرشون بگم. اینه چی که آخر پردازنده میاد نشون دهنده اینه که توانمندی پردازنده شما به چه صورته. اگه H بیاد، G1 بیاد، G7 بیاد، Y و U بیاد با هم دیگه تفاوتایی داره. به عنوان مثال U اپتیمایز شده برای کارهای خیلی سبک و تسکای آفیسه. وظیفه اون بیشتر سیو کردن برق و نداشتن پرفورمنس خیلی بالا برای سیستم شماست، در حدی کارهای روزانه مثل گردش اینترنت و اینا راه بیفته. به عنوان مثال این لپتاپ که i5 به نسل 10 هست و پسوند آخر سی پی یو به این معناست که به درد کارهای آفیس و روزانه میخوره، نه ایت ویدیو. Y اولترا لو پاور کانسومره که یه رده هم از یو پایین تره. توی دوتا مورد بعدی که G7 و G1 هستش نشون دهنده اینه که سی پی یو شما پردازش گرافیک داخلی داره و G7 از G1 بهتره توی لپتاپ‌های آفیس. اما اینایی که من به شما معرفی کردم همش داره قدرت خیلی پایینی بودن از لحاظ پردازشی. اگه شما میخواید کاری بکنید مثل گیم زدن که سی پی یو قدرتمندی نیاز داشته باشه بعد برید سراغ سری H که بیشترین پرفورمنس ممکنه رو به شما ارائه بدن. به طور کلی دسته‌بندی‌های ما به این صورته که اگه شما کاتگوری گیمینگ و رندرینگ انتخاب کنید و برید سراغ H و برای بیزنس بقیه مدل‌های سی پی یو. حالا که سی پی یو جزو مهمترین بخشای یه لپتاپه بعد بفهمیم که کدومشون قوی‌تر و کدومشون ضعیف‌تره. برای این کار میرید توی گوگلتون و سرچ کنید لپتاپ ریلیز سینبنچ 2022 2023 یا 2024 هر چیزی که بهتون به کارتون اومد. اینجا یه لیست از سی پی یو رو آورده که از بالا به پایین قسمت بندی شدن از لحاظ قدرتی و لحاظ قیمتی. شما میتونید برید سراغ یه مدل از اونها و انتخابش کنید، اسمش رو کپی کنید و بررسی کنید ببینید قوی‌تر یا ضعیف‌تر نسبت به سی پی یوهای دیگه و دنبال لپتاپایی با این مشخصات بگردید. اما پیدا کردن لپتاپ با این مشخصات این مقدار کار دشواری که تو ادامه بهتون میگم. اسم اون سی پی یو رو نیازه که شما کپی کنید. به عنوان مثال ما اینجا میایم i9 نسل 12 رو میگیریم و مینویسیم توی اینترنت و یه لپتاپ جلوش میذاریم. وقتی لپتاپ اومدن شما نگاه میکنید ببینید با قیمتی که میخواید هزینه کنید همخونی داره یا نه. اگه داشت که همون رو انتخاب کنید، اگه نداشت میریم سراغ یه دونه سی پی یو که پایین‌تر لیسته و اونو سرچ میکنیم. توی اینجا ما دو تا دونه لپتاپ داریم که دقیقاً با قیمت و بودجه‌ای که می‌خوایم هزینه کنیم همخونی دارن، اما کارت گرافیکاشون متفاوته. پس باید بریم سراغ بحث دوم که مهمترین بحث بعد سی پی یو توی دو تا حالت گیمینگ و رندرینگ، یعنی گرافیک کارت ها. به طور کلی دو تا شرکت وجود دارن که پردازنده جی پی یو تولید میکنن. یکیش انویدیا هستش و یکیش AMD هست. اگه کارت گرافیکای شما سریای RTX، GTX و یا کوادرو بود از انویدیاست و اگه کارت گرافیک شما جز سریای RX بود جز شرکت سازنده AMD هستش. و توی اینجا ما میایم که RTX رو مورد بررسی قرار میدیم. RTX سری تکنولوژی داره مثل DLSS و ری تریسینگ. ری تریسینگ یا همون RTX میاد چیکار میکنه؟ میاد سایه های شما و اجسام رو توی شیشه رفلکس میده و اونا رو بازتاب میکنه به اصطلاح که خیلی واقعی گرایانه‌تر بشه گرافیک. اما این داستانو سریای RX ندارن و ازش بی بهره‌ن. اگه تکنولوژی ری تریسینگ شما رو خیلی جذب خودش کرده و میخواید اونو داشته باشید بهتره که کارت گرافیکای انویدیا رو انتخاب کنید، سری RTX رو. و همچنین اگه رندر انجام میدید بهتره که دوباره کارخونه انویدیا رو انتخاب کنید. یادتون باشه قبل از که برسیم به این بخش گفتم که سریای کوادرو انویدیا یه دونه پردازش دارن به اسم کودا که مخصوص انجام کارهای سنگین و تسکای مثل رندرینگ و 3D مدلینگ. حالا ما از کجا بفهمیم که کدوم کارت گرافیک قوی‌تر و پرفورمنس بیشتری به ما ارائه میده؟ این خیلی ساده است. ببینید هر چه عددش بالاتر باشه پرفورمنسش بیشتره. به عنوان قوی‌تر از 3070 و 3070 قوی‌تر از 3060 و 3060 قوی‌تر از اینا که فهمیدید. آیا براشون لیستی وجود داره که ما بتونیم از طریق اون لیست خرید کنیم اگه جزء RTX نبود؟ البته میتونید سرچ کنید لپتاپ جی پی یو بنچمارک لیست و برید تو سایتی که من رفتم و اینجا نگاه کنید. اگه دقت کنید ما توی این پردازشگر گرافیکی
آخرشون یه عدد وجود داره که یه W داره، 140 مثلا W. این چیه؟ این میگه بیشترین واتی که میتونه اون پردازنده استفاده کنه. ما دو تا پردازنده داشته باشیم که هم اندازه باشن ولی واتاشون متفاوت باشه. اونی که واتش بیشتره قابلیت و پرفورمنس بیشتری به ما ارائه میده. اینو یادتون باشه تو خرید که خیلی ممکنه تاثیرگذار باشه توی پرفورمنساتون. این نکات و این رفرنس ها رو میتونید توی توضیحات و مشخصات فنی لپتاپتون پیدا کنید. خب اینجا برگردیم به سراغ لپتاپای رندر. شما یکیش رو میبینید که 3050 تیایه و اون یکی لپتاپ 3060. لپتاپی که کارت گرافیک 3060 داره خیلی قدرت بیشتری از 3050 تیای داره. به خاطر همین من اون رو انتخاب میکنم و اضافهش میکنم به کاتگوری رندرینگم. حالا میخوایم بریم سراغ کاتگوری یا دسته‌بندی گیمینگ. توی کاتگوری گیمینگ اگه یادتون باشه یه چیز برامون اهمیت بیشتری داشت. اون هم چیز نبود جز جی پی یو. حالا ما برای اینکه یه لپتاپ پیدا کنیم که جی پی یو قوی تری داشته باشه برمیگردیم به اون لیستی که پیدا کردیم و میریم سراغ کارت گرافیکای بالا که اینجا 3070 تی ما داریم که می‌بینیم پرفورمنس خیلی بیشتر نسبت به دو تای قبلی داره. حالا ما یه لپتاپ پیدا کردیم و اضافهش کردیم به سری گیمینگ. البته این نکته یادتون باشه شما میتونید با لپتاپایی که برای سری رندرینگ گیم بزنید و برای چیزایی که برای سری گیمینگ رندر کنید. این هیچ قانون و چیزی نداره، فقط اینکه لپتاپای رندر پرفورمنس بیشتری تو انجام دادن کارهایی که مربوط به رندرینگ میشه دارن. لپتاپ گیمینگ هم که برای گیم دیزاین شدن. ما این دو تا دونه دسته رو داریم، شما میتونید استفاده کنید از این اطلاعات. چیزای دیگه هم هستش که تو این لپتاپ‌ها وجود داره مثل SSD، رم، صفحه نمایش و اینا. اما خب چیزایی زیاد سختی نیست که براشون محدودیت وجود داشته باشه، البته مهمه. من شما میگم رم توی دنیای بازی‌های الان 16 گیگ رم چیزی که کافیه و برای همه بازی‌ها بسه. اما اگه شما فکر می‌کنید که 8 گیگ رم کارتون رو راه میندازه، این اشتباهه. درسته گیم زیاد به رم نیاز داره، اما وقتی بر سراغ ادیتینگ و نرم افزارهای رندرینگ با لیمیت رم مواجه میشید، پس بهتره که 16 گیگ رو انتخاب کنید. درسته که گیما زیاد از رم استفاده نمیکنن، ولی خب نرم افزارهای رندرینگ و مدل سازی و ادیت رم زیادی نیاز دارن و 16 گیگ کاملا کافی و اندازه است برای اونا. مورد بعدی SSD که بعد این نکاتو گوش کنید. یه لپتاپ میخواید که SSD داره، بهتره که حداقل اندازه SSD اون 512 گیگ باشه. چرا؟ چون بازیای الان خیلی حجم بالایی دارن و اگه شما بیاید SSD بخرید که حجم اون 512 کمتر باشه، شاید مجبور شید که یه سری چیزا رو دیلیت کنید تا بتونید بازی جدید رو بریزید توش یا بازی دیگر رو انتخاب کنید. نکته بعدی صفحه نمایش لپتاپه. اگه گیمر رو میخوای با لپتاپ گیم بزنید، بهتره صفحه نمایش‌هایی رو انتخاب کنید که سرعت رفرش ریت بالاتری رو دارن، چون این کار دقیقاً تاثیر میذاره تو پرفورمنس شما توی گیم. من برای لپتاپ‌های گیمینگ یا کسایی که گیم میزنن صفحه نمایش 144 هرتز رو پیشنهاد می‌کنم. اما اگه شما ادیتورید و ادیت می‌کنید یا مدل سازی می‌کنید، نیازی که صفحه نمایش رو انتخاب کنید که طیف رنگی گسترده‌تری داشته باشه که به اصطلاح توی دنیای صفحه نمایش به اونا NTSC و sRGB میگن. شما میتونید برید تو مشخصات فنی دقیق‌تر لپتاپ و اونا رو پیدا کنید. به عنوان مثال این مشخصه نشون میده که این لپتاپ داره 72% NTSC هست که یعنی طیف رنگی بیشتری رو ساپورت میکنه و دقت رنگ بالاتری رو داره که خوراک ادیتورها و کسایی که مدل سازی انجام میدن. این بود اطلاعات کلی در مورد خرید لپتاپ، انتخاب یه لپتاپ خوب با بودجه شما. درسته که ما دو تا کاتگوری‌ها رو کامل توضیح دادیم، اما یه دونهش که سری بیزنس مونده. بریم سراغ سری بیزنس. Let's go man. توی دسته‌های بیزنس یه سری لپتاپ وجود داره که هر شرکت برای این کاتگوری ساخته، مثلا MSI، سامیتی، هواوی، متبوک و لنووا تینکپد و ایسوس زنبوک. همونجوری که دارید میبینید ما این سه تا کاتگوری رو کامل کردیم و الان رو داریم و میتونیم هر لپتاپی که میخوایم رو بخریم. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.